طرز تهیه کمپوت گیلاس با ماندگاری طولانی مدت. شکر و گیلاس نیاز داریم. با ظرف دربدار شیشه‌ای گیلاس‌ها رو شستم، روی پارچه نخی پهن کردم، خشک شده، میریزم داخل شیشه. دو الی 3 قاشق غذاخوری شکر رو میریزم روی گیلاس‌ها. آب جوشیده خنک شده، دقت کنید خنک باید باشه. میریزم روش، درش رو محکم میبندم، یه تکونی میدم. شیشه کمپوت گیلاس رو قرار میدم داخل قابلمه‌ای که از آب سرد پر شده تا نصفه. روی حرارت میذارم به مدت 30 دقیقه. بعد 30 دقیقه حرارت رو خاموش میکنم. پس از گذشت این زمان اجازه میدم دمای شیشه با دمای محیط هماهنگ بشه. بعد 1 روز به حالت وارونه شیشه ها رو نگه میدارم. بعد 1 روز شما میتونید داخل یخچال یا بیرون از یخچال به مدت 1 سال نگهداری کنید. زمانی که در کمپوت گود بشه یا پایین نشست کنه، مرحله کمپوت به درستی انجام شده. با چاقو زیر در کمپوتمون هوا میندازم تا به راحتی بتونم درشو باز کنم. یه نکته بسیار مهم در مورد تمامی کمپوت‌ها نیاز می‌بینم که به شما عزیزان بگم. سعی کنید آبی که میجوشه کامل خنک بشه. حتی ولرم هم نباشه که باعث میشه اون میوه چروک چروک بشه و اون تازگیش از دست بده موقع مصرف. خب عزیزان، رسیدم به انتهای آموزشمون. ممنونم از اینکه تا انتهای آموزش با من همراه بودید. خدا نگهدارتون.